السلام علیکم همدیاران عزیز، مردم ملت مظلوم تاجیکستان. واقعا این روزها ما در یک موضوع میخواهیم صحبت کنیم که موضوع ظلم و ستم الباشان رحمانوف. چگونه ای که واقعا مبارزین راه آزادی، راه صلح و ثبات، راهی که مقصد مردم بتونن انتخابات شفاف داشته باشند، مردم بتونن که از سن 18 ساله به بالا حقوق خودش دفاع کند و هر گونه‌ای که بتوند تجارت کند، هر گونه‌ای که بتوند در تاجیکستان آزاد زندگی کند. انسان‌هایی که در این راه حقوق‌های خودشان می‌خواهند طلب کنند، از این کارگرایی که امنیت هستند مثل سگ یک الباشی کرده به خانواده اون جوانها، یعنی که رفته ظلم و ستم میکنن، حتی به زنهاشون، حتی به مادراشون، حتی به پدراشون. واقعا این یک شرمندگری در کشور تاجیکستانی که صاحب استقلال است، کشوری که ما او را قبول نداریم. رئیس جمهور او یک ظالمه، یک ظلم کتی سر کرسی را گرفتگی است. خودش در قبلا صحبتاش در همه جلسه هاش میگد که حقوق در نزد قانون برابر است، چی شاهی و چی گدایی. پس امروز چرا فرزندایی که در راه مبارزه هستند، فرزندایی که میخواهند حقوقهای خودشان دفاع کنند، از این الباشگری، از این دزدی و غارتگری رئیس جمهور و مقصد کارگرای او، سگ بچه های او بیزار شدند، بلند شدند به خاطر دین و وطن، به خاطر حمایه خودشان، به خاطر حمایه فرزنداشان که دانش بگیرند. در کشور روسیه، در دیگر کشورها رفته چورکه نشوند، رفته غلام نشوند. برای این آزادیشان خستیان. این کارگرای امنیت تاجیکستان به خاطر چی رفته زن و فرزند و برادر و دوستا و رفیقاشون عذاب میتیند؟ مگر این در یگام قانون شرعی و دموکراتی در کجای قانون نوشته شده است؟ در کدام کودکس نوشته شده است که از تن یک شهروند یا پدری وی، مادری وی، یا که زنی وی، فرزندی وی جواب بگه؟ در کدام کودکس است؟ نه کودکس شرعی ده هست، نه کودکس دموکراتی ده هست. ولی چوب این کارگرای امنیت از این همه ظلم و ستمشون یک بار نظر نمیکنند به قانون، نمیبینند که در طور سرشان یک پادشاهی ظالمه که از ملت ما نیست. ما همه شاهیدیم که تمام ملت ایرا اثبات کرد. حتی لیدر گروهی 24 برادر عزیز استاد مهربان حاجی عمر، حتی اونم ایرا اثبات کرد. حتی در تلویزیون‌های اخبارات روسیه ما تماشا کردیم و دیگر جاها که این امام علی از ملت ما نیست. و همه سردارهایی که و وزیر گمرک یا که رئیس گمرک و دیگر ساحه‌ها یا همش اولادای الباشن، اولادای این ظالمن و اینها ملت ما نیستن. به همون خاطر ما بیزار شدیم از این همه ظلم و ستم. ما دیگر طاقتی نداریم که این عذابی که ما داریم، این همه دشواری که ما در وطن خود داریم، این را در سر فرزندامون، نویراهامون یا که دیگر مقصد نسلینی ببینیم. امیدوارم که این خطابی که ما برای رئیس جمهوری که امروز در تاجیکستان قرار دارد، من که قبولش ندارم برای رئیس جمهوری، این ظالمی که از ملت ما نیست، خطاب من برته است امام علی، دیگر بس کن این همه ظلم و ستم. تا کیت با این الباشای کارگرای حکومت امنیتت، با این الباشایی که مثل سگ رفتار میکنن کتی این ملت تاجیک، با این همه امنیتت، با این همه شغالات بس کن دیگر این همه ظلم و ستم. والله قسم، با ظلم کردن، با فشار دادن ما بر نمیگردیم. برعکس ما در این راه مبارز میشیم، برعکس ناموس ما میآید. و یک چیز فراموش نکنین، ناموس ما
پدر هست، مادر هست، برادر هست، زن هست و فرزند هست. اینها در نزد قانون از تن ما جوابگر نیستند، ولی تو ظالم اینها را به ظلم میکشی، عذابشون میتی و این همه غم و غصه را در خانواده برادرهای ما میاری. این را یک روز نه یک روز در خانه خودت و در خانه این الباشات خواهی دید و بس از دیگر این همه ظلم و ستم. و واقعا ما در چقدر با ژورنالیست‌ها و مقصد خارجی ها صحبت میکنیم، تو را دیگر هیچ کس دستگیری نمیکند. تو الباش کتی همو زن تو فرزند تو اونمو خسر بچه که نامرد باش و زنده باش گفته است، اونمو سگ میمونت، یک الباشه که یک مادری که با چقدر مهنت با چقدر عذاب فرزنداش صاحب نون کرد، تو رفتی نون از دهنی وی گرفتی با همون رهبری خسر بچت. این همه ظلم و ستمی تو یک روز نه یک روز بر میگردد به خودت. تو دیگر همون قدر سیمیه تو همون قدر ماندگیه، دیگر در پیشتی تو یگان کشوری دموکراتی نیست. ما واقعا امیدوارم که یک چند تا همون سگای الباشای اولادای خودت که کارگرای امنیتن همونان با تو، ولی دیگر این کارگرای امنیتی که واقعا ایمان دارن، وطن دوستن، محبت دارن، انسان هستن، رنگی تو الباش نیستن، رنگی تو دزد غارتگر و وحشی نیستن، اینها واقعا طرفدار ملت هستن. برادر عزیز، در آخر یک چیز میخوام برای شما بگم که هر کسی که به شما ظلم و ستم میکند، هر کسی که به خانه شما میآید، اول از او پرسان شوین، همون کودکس شو پرسان شوین، قانونی که همون در خانه تان آمده کدام کودکس کتی آمده، با کدام برگه به پیش شما آمده، شما بتوانید انشاءالله که نامهاشون نامنویس کنین و عکسشون بگیرین، برای ما انشاءالله که ارسال بکنین، چی طریقه که میتوانین ارسالش کنین، انشاءالله که جوانهای با ایمان، با وجدان، با ناموس در خود وطن هستند که آنها به داد و فریاد شما میرسند و این ظالم ها را جواب میتیند. برادرای عزیز، بی‌طرف نباشین، کوشش و تلاش کنین که با مردم مبارزین باشین. انشاءالله ما امید دارم از این ملتی که به ناموس هستند، از این ملتی که واقعا وطن دوستدار هستند، واقعا وطن دوست میدارن، واقعا دین قدرش میدانن. برادرای عزیز، ما از همه شما امید دارم و من تکیه به خداوند دارم و تکیه به همین ملت مظلوم دارم که انشاءالله همه ما و شما بلند میشیم، یک روز نه یک روز، روزهای نزدیک انشاءالله که این رژیم الباشی را خواهیم شکست. تشکر زیاد برادرای عزیز، خداوند همه ما و شما را سربلند و کامیاب کند. السلام علیکم.